این مدلی از ویروس هزار و چند سال پیش وجود نداشته. من میخوام سوال رو با یه سوال باز جواب بدم. میخوام بگم که اون موقعی که بشر بود طب جدید کجا بود؟ طب جدید رو با یه سرچ ساده میشه متوجه شد که از حدود قرن 16 و 17 میلادی به وجود اومده. قرنها قبل از اون زندگی میکردن آدما. طب‌های سنتی داشتن مردم رو درمان میکردن. طرفداران طب سنتی بدونید که هرچند ابن سینا نابغه اون دوران بوده، اما هر نابغه‌ای علم زمانه خودش رو تنها کمی به جلو میبره. این که کتاب‌های ابن سینا پر از غلطه ناشی از ضعف علمی اون دوران و پیشینیان ابن سینا بوده، نه خود ابن سینا. پس اگر این استدلال طرفداران طب سنتی درست باشه، طب 1000 سال پیش ابن سینا بهترین علم طبابت تا پایان تاریخ بشریت خواهد بود، چون قدیمیه. پس چیزی به نام پیشرفت معنی نداره. پس با این استدلال شما میشه گفت که علم 3000 سال قبل تر از ابن سینا هم بهتر از علم دوران ابن سینا بوده، چون علم هرچه قدیمی تر باشه بهتره. پس با این حال میشه گفت که نئاندرتال ها بهترین حکیمان پنجه طلا بودند.